در اعماق خلیج عدن یه تانکر گاز مایع با محموله حیاتی ایران در آتشی مرموز سوخت. پشت این انفجار شایعه حمله زیردریایی آمریکاست، اما حقیقت از این هم پیچیده‌تره. امروز رمز عبور ناوگان سایه ایران رو فاش می‌کنیم. ارتش 100 میلیارد دلاری که با تغییر هویت و پنهانکاری تحریم‌های جهانی رو شکست داده. آماده باشید تا بزرگترین عملیات مخفی تاریخ دریانوردی رو ببینید. در چند روز گذشته خبر وقوع حادثه بر یک کشتی حامل سوخت ایران در آب‌های خلیج عدن یک بار دیگه توجه رو به سوی ناوگان سایه ایران جلب کرد. این رخداد نمادی از نبرد پنهان آمریکا و متحدانش با مهمترین ابزار ایران برای دور زدن تحریم‌هاست. ناوگانی متشکل از صدها کشتی فرسوده که با ترفندهای پیچیده از خاموش کردن سیستم‌های ردیابی گرفته تا تغییر پرچم و نام، میلیاردها دلار نفت و گاز رو به بازارهای جهانی میرسونند. تا پایان این ویدیو خواهید فهمید که این ناوگان چگونه کار میکنه، مسیرهای کلیدی اون کجاست و چرا واشنگتن قادر به متوقف کردن اون نیست. تمرکز رسانه‌ها اخیراً بر روی حادثه نفتکش فالکون در خلیج عدنه. این کشتی یک حامل LPG یا گاز مایع بوده که محموله خود رو از اصلویه ایران بارگیری کرده، ولی مالکیت اون رسما هندی و پرچمش کامرون بوده. تحلیلگران معتقدند احتمالاً این کشتی در واقع جزئی از ناوگان سایه است که وظیفه داشته محموله رو به مشتریان احتمالی در یمن یا آسیا برسونه. این عملیات پنهانی و در معرض خطر نشون داد که ایران تا کجا حاضر برای فروش محصولات نفتی خود پیش بره. وزارت دادگستری آمریکا با هدف قرار دادن شرکت‌های پوششی و کشتی‌های مانند فالکون عملاً بر مهمترین حلقه زنجیری صادرات پنهان ایران متمرکز شده. ناوگان سایه مجموعی از کشتی‌های قدیمی اغلب فرسوده و فاقد بیمه معتبر غربی هستند که منحصراً برای حمل نفت و گاز تحریم شده ایران به کار گرفته میشه. تولد این ناوگان به سال 2018 و خروج دولت ترامپ از برجام برمیگرده. با بازگشت تحریم‌های نفتی ایران عملاً از ناوگان استاندارد جهانی محروم شد و مجبور به راه اندازی این شبکه پنهانی شده. تخمین زده میشه که این ناوگان امروز بین 100 تا 300 تانکر بزرگ رو در بر میگیره که تحت مدیریت شرکت‌های پوششی مختلف در سراسر جهان فعالیت میکنند. این کشتی‌ها دیگه عضو باشگاه کشتیرانی بین‌المللی نیستند، بلکه شبه‌هایی هستند که در سایه آب‌های آزاد حرکت میکنند. خب قبل از این که بریم سراغ قلب این ناوگان، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. پنهانکاری قلب عملیات ناوگان سایه است. مهمترین ترفند خاموش کردن AIS هستش. AIS همون سیستم ردیابی جهانیه که موقعیت هر کشتی رو به طور پیوسته اعلام میکنه. این کشتی ها عمدتاً سیستم ردیابی خود رو برای روزها یا هفته‌ها خاموش میکنن تا از دید ماهواره‌ها و ردیاب‌ها پنهان بمونن. ترفند دوم انتقال کشتی به کشتی یا STS هستش. این عملیات در آب‌های بین‌المللی و دور از چشم مقامات انجام میشه. محموله از تانکر سایه مثل فالکون به یک کشتی دیگه که سوابق تمیز و مالکیت نامرتبط داره منتقل میشه. کشتی دوم با خیال راحت به سمت بندر مقصد حرکت میکنه. همچنین تغییر مکرر پرچم کشتی‌ها به کشورهای با نظارت ضعیف نیز از جمله اقدامات رایج اونهاست. ناوگان سایه مسیرهای عملیاتی مشخصی داره. مسیر اصلی از خلیج فارس و خلیج عمان آغاز و به مقصد اصلی یعنی چین ختم میشه. چین بزرگترین خریدار نفت ایران باقی مونده. اما مسیرهای فرعی نیز حیاتی هستند. یکی از مسیرها به سمت ونزوئلاست که در اون نفت با سوختهای دیگه معاوضه میشه. یکی دیگه مسیر کلیدی مناطقی مانند سواحل آفریقا و خلیج عدنه که برای لوجستیک، پوشش و انتقال محموله در حاشیه مورد استفاده قرار میگیره. این کشتی‌ها در تنگه‌های حیاتی مانند مالاکا با کمترین ردیابی ممکن حرکت میکنند
و از نقاط کور نقشه جهانی بهره میبرند. حرکت این ناوگان صرفاً یک عمل اقتصادی نیست، بلکه یک ریسک بین‌المللی و زیست محیطیه. کشتی‌های ناوگان سایه به دلیل قدیمی بودن و فعالیت‌های غیرقانونی معمولاً فاقد بیمه معتبر بین‌المللی هستند. این به این معناست که در صورت وقوع حادثه‌ای مانند آتش‌سوزی یا نشت نفتی، همون اتفاقی که برای فالکون رخ داد، هیچ بیمه کننده‌ای خسارت محیط زیستی رو پوشش نمیده و فاجعه جبران ناپذیر رخ خواهد داد. و از نظر امنیتی نیز کشتی‌هایی که بدون ردیاب حرکت می‌کنند و به قوانین دریایی بی‌توجه هستند، ریسک برخورد و ایجاد ناامنی در مسیرهای کشتیرانی شلوغ را به شدت بالا می‌برند. که استراتژی آمریکا برای مبارزه با این ناوگان نه از طریق نیروی نظامی بلکه از طریق فشار اقتصادی و حقوقیه. واشنگتن به جای تعقیب مستقیم نفتکش‌ها، شرکت‌های بیمه، بنادر و واسطه‌هایی رو که با این کشتی‌ها معامله می‌کنن رو هدف قرار میده که با اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا تهدید می‌کنه هر شرکتی که خدماتی به این ناوگان ارائه بده از سیستم مالی جهانی محروم خواهد شد. این فشار کار رو برای شرکت‌های مدیریت کشتیرانی پوششی که ناوگان سایه رو در کشورهای ثالث مدیریت می‌کنن روز به روز دشوارتر می‌کنه. توقیف یا اخلال در کار کشتی‌های ناوگان سایه توسط آمریکا اغلب با واکنش مستقیم ایران همراه بوده. ایران در پاسخ به این اقدامات گاهی اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری مرتبط با غرب در تنگه‌های حساس مانند هرمز می‌کنه تا به آمریکا و متحدانش فشار وارد کنه. ولی با این حال شکی نیست که این ناوگان برای اقتصاد ایران حیاتیه. تخمین‌ها نشون میده که این ناوگان روزانه صدها هزار بشکه نفت رو صادر میکنن و میلیاردها دلار درآمد نفتی رو به کشور باز میگردونن. درآمدی که برای زنده نگه داشتن اقتصاد تحت تحریم ضروریه که با توجه به افزایش فشار تحریم‌ها و پیشرفت در فناوری‌های ردیابی ماهواره‌ای، آینده این ناوگان در حاله از ابهامه. ردیاب‌های ماهواره‌ای پیشرفته‌تر هر روز کار پنهانکاری رو برای تانکرهای سایه سخت‌تر میکنن. اما از سوی دیگه تا زمانی که تقاضا برای نفت ایران وجود داشته باشه و تحریم‌ها ادامه پیدا کنه، این ناوگان به کار خود ادامه میده. ناوگان سایه در واقع نماد یک جنگ اقتصادی مدرن و زیرزمینیه که در اون قوانین دریانوردی تبدیل به ابزاری برای سیاست بین‌المللی شدن که ناوگان سایه بازیگر اصلی در نبرد اقتصادیه که در اعماق دریا جریان داره. ولی به نظرتون آمریکا میتونه این شبکه رو به طور کامل از بین ببره؟ که این اطلاعات معتبرترین اطلاعاتی بود که در این زمینه وجود داشت. اگه به اطلاعات جذاب دنیای نظامی علاقه داری، حتما ویدیوی بعدی ما رو ببین.